در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان چمپیونات کشتی آسیا اوید به کاراته دو برگزار شد. در این چهاربینی با نفوذ ورزشی که ورزشکاران 19 کشور دنیا اشتراک داشتند، جمهوری ما را 8 نفر ورزشکاران ولایت سوخت معرفی نموده با دستاوردهای نظررس نائل شدند. در بین کلانسالان ورزشکار کشور ما تیمورخان قیوموف در نمود کمیته با گرفتن مدال طلا و در نمود کاتا با گرفتن مدال برنجی مشرف شد. ورزشکار دیگر کشور ما نگینه شریفووا بین نورسان صاحب مدال برنجی این چمپیونات گردید. Я заняла 3-е место, выступая по ката. Там были очень сильные соперницы, и было сложно, но мы старались, чтобы возвысить нашу страну, наш город. И в дальнейшем я постараюсь, чтобы на этот раз мы были на первом месте на следующем чемпионате, который выйдет скоро. هنگامی بازگشت این ورزشکاران را در مرکز شهر خوجند نمایندگان بخش کار با جوانان و ورزش شهر گرم و صمیمی استقبال نمودند. ما با دستگیری با اجازه حکومت جمهوری تاجیکستان سنه‌های 20-21 نوامبر 2021 در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان به چمپیونات کشتی آسیا اوید به کاراته اشتراک نمودیم. در آنجا زیاده از 16 دولت اشتراک نمودند و جمهوری تاجیکستان را 8 نفر ورزشکاران معرفی نمودند و از 8 نفر ورزشکاران تاجیکستان سزاوار جای اول 1 نفر شدند، جای دوم 1 نفر و جای سوم 1 نفر. شخصا من خودم در نمود کاتا جای دوم را اشغال نمودم برنامه و در نمود کمیته بین سن سال 36-40 سالها برآمد کرده جای اول را یعنی که چمپیون آسیا گردیدم. مینداری خود را به پیشوای ملت ما اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام رحمان میرسانم که به ما شرایط ها را مهیا کرده است که ورزشکاران تاجیک در تالارهای بهترین جمهوری تمرین گرفته به این گونه نتیجه ها سزاوار گردیده سادیم. در آینده کوشش میکنیم که در چمپیونات های جهان اشتراک نموده سزاواری جاهای نمایان گشته پرچم جمهوری تاجیکستان عزیزمان را به بالا برداریم. این دستاورد آورده ما بخشیده به روز پرچم جمهوری تاجیکستان تحفه به کل مردم جمهوری تاجیکستان می باشد. مورد به ذکر است که ورزشکاران کشور ما با این چهاربینی با نفوذ ورزشی با دستگیری کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حکومت دولتی